بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 3 شهریور ماه هست و در خدمت شما خواهیم بود از اولین کلیپ و ویدئو در روز شنبه با عنوان درس آسیب شناسی که این سوالاتی که قرار حل بشه در واقع میتونه کمک کنه به شما در پیشبرد اهدافتون در کنکورتون و این که همه چیز رو انشالله بتونید از این کلاس ها یاد بگیرید. اولین سوال اینه که در کدام اختلال ویژگی های پارانوید ممکن است دیده شود؟ خب میگه در کدام اختلال ویژگی های چی؟ پارانوید ممکنه دیده بشه. همیشه من گفتم اصل کار در کنکور فهم سوال هست. خب منظور از این که یک فردی در واقع پارانوید هست اینه که این فرد قراره در واقع شکاک باشه. خب این شکاکیت در کدوم اختلال دیده میشه؟ معمولا آیا در وسواس دیده میشه، در PTSD دیده میشه، در افسردگی دیده میشه، در پنیک دیده میشه؟ اول از هر چیزی اگر نگاه کنید پارانوید یعنی این که من احساس کنم قرار یک اتفاق ناگوار بیفته. خب معمولا وسواسی‌ها که همیشه درگیر این حالتهای اضطرابگونه هستن، اما اون که در واقع بیشتر از بقیه افراد میترسه که حالتهای پارانوید داشته باشه اختلال PTSD هستش. چرا؟ چون اگر دیده باشید پشت اختلال PTSD واژه‌ای به نام تروما وجود داره. در واقع تروما اصلی ترین ویژگی هستش که میتونه ایجاد کننده اختلال PTSD باشه. وقتی من یک ترومایی رو تجربه میکنم در هر دوره از زندگیم، چون غیر منتظره هستش و علاوه بر اینکه غیر منتظره است، معمولا من اون رویداد رو تروماتیک تفسیر میکنم و فرصت پردازش تحلیل شناختی و هیجانی رو نداشته باشم، قطع به یقین میتونه چیکار کنه؟ میتونه ایجاد کننده آسیب باشه. و به همین خاطر اگر شما خونده باشید اختلال استرس پس از سانحه رو، متوجه میشید که یک سری از نظریه ها برای اون در واقع پیدا شده، مثل نظریه باورهای در هم شکسته، مثل نظریه شکست روانی که به این اشاره میکنه که افرادی که معمولا دچار پارانوید میشن متاسفانه و همچنین دچار PTSD میشن، این افراد در یک کلام در زندگیشون به اینجا میرسن که نکنه دوباره اون اتفاقهای بد سراغم بیاد و در نتیجه این افراد هر صدایی که شبیه به اون صدای تروماتیک باشه، هر تصویری که شبیه به اون صدا در واقع تصویر تروماتیک باشه، اونها رو آزار میده. به همین خاطر در اختلالات PTSD معمولا ویژگی های پارانوید دیده میشه و اینها با یک بدبینی و بدگمانی بیشتر نسبت به آینده در واقع زندگی خواهند کرد. سوال دوم این هستش که برای پیشگیری از ایجاد کدام اختلال از درمانی به نام دیبریفینگ استفاده میشه؟ بزرگواران، دیبریفینگ یعنی گزارش سانحه کامل قربانیان. معمولا در اختلالاتی مثل استرس حاد که در واقع انگلیسی بهش میگن اکیوت استرس دیسوردر، در این اختلال منطقاً حالتهای استرس حاد دیده میشه و ما برای اینکه فرد بعد از اینکه یک ترومایی رو تجربه میکنه، برای اینکه به ASD یا استرس حاد مبتلا نشه، در 72 ساعت اول از فرد میخوایم تا چیکار کنه؟ از فرد میخوایم تا به طور کامل به همراه جزئیات بیاد به من گزارش بده. گفتم دیبریفینگ یعنی گزارش سانحه کامل در قربانیان. به همین خاطر وقتی فردی که دچار تروما میشه، رخداد و آسیب وحشتناک رو تجربه میکنه و ما میایم تو همون 72 ساعت اول، عین در واقع سیلی که ایجاد میشه، عین زلزله‌ای که توی کرمانشاه ایجاد شد، ما میایم از فرد میخوایم تا بیشتر درباره اون موضوع صحبت کنه و این صحبت‌های فرد همراه با جزئیات که همراه خواهد بود با تخلیه هیجانی، فرد رو در واقع درگیر تخلیه بار هیجانی میکنه و در یک کلام ایجاد کننده این هستش که نمیذاره فرد مبتلا به ASD بشه. چون اگر مبتلا به ASD بشه که 3 روز تا 30 روز ممکنه طول بکشه، اگر این اتفاق در فرد بیفته و متاسفانه درمان نشه، بعداً حتی بعد از ASD میتونه مبتلا به اختلالی به نام چی؟ PTSD بشه. پس درمان دیبریفینگ معمولاً میتونه کمک کننده باشه برای جلوگیری از اختلالی به نام ASD. اما بریم سراغ سومین سوال. میگه کدام اختلال ترکیبی از 3 سمپتوم افسردگی خفیف، اضطراب خفیف و استرس حاد هستش؟ نوشته 1 وسواس،
2 سازگاری، 3 اختلال تجزیه‌ای یا دیسوسییتیو دیسوردرها و 4 اضطراب اجتماعی. ببینید داره میگه هم افسردگی خفیف وجود داره، یعنی نگاه به گذشتهش متاسفانه منفیه، هم اضطراب خفیف داره، یعنی نگاه به آیندهش در واقع منفی هستش، و هم در زمان حال داره حال بدی رو تجربه میکنه. این ویژگی های وسواس هست؟ نه، ویژگی های اختلال سازگاری یا ادجاستمنت دیسوردر هست. چرا؟ چون بعد از اینکه من یک رخدادی رو تجربه میکنم، ورشکست مالی میشم، شکستی رو در زندگیم تجربه میکنم، آبروم میره، اخراج از کاری رو تجربه میکنم، یا در یک کلام عزیزی رو از دست میدم، بعد از اون متاسفانه حالتهایی از 3 ویژگی به صورت یک مثلث در من دیده میشه، هم افسردگی خفیف، هم اضطراب خفیف و هم استرس حاد. اصلا به عنوان یک نکته من بخوام به شما بگم، معمولا استرس حاد زیر شاخه فصلی به نام PTSD هستش و میدونید که PTSD یکی از زیر شاخه هاش اختلالی به نام اختلال سازگاری است، یعنی خود همون میتونه کمک کنه به ما که جواب درست رو پیدا کنیم. البته حالت شدید اون وقتی افسردگی شدید بشه، اضطراب شدید بشه، استرس شدید بشه و در نتیجه فرد درگیر تروماهای بسیار بسیار سنگینی بشه، به باور خیلی از کارشناسان و روانشناسان ممکنه این فرد بعدها مبتلا به اختلالی به نام دیسوسییتیو یا اختلال تجزیه‌ای بشه. طبق سوال 4 نوشته کدام اختلال از دیدگاه فروید اولین، این خیلی مهمه ها چون خیلی از اختلال ها ممکنه زمینه‌شو داشته باشن، اما اینجا داره میگه چی؟ میگه اولین اختلالی بود که زمینه اون هیجانی بود. ببینید دقیقاً درباره افسردگی صحبت کرد. اصلا میگه افسردگی دلیلش درون فکنی هستش. فروید اومد گفت چی؟ گفت ما یه ریشه داریم، یه چی داریم؟ علت داریم. گفت اختلال ها علتشون اضطرابه و پشت اضطراب هم ریشهشون چی هستش؟ جنسی هستش. به همین خاطر میخوام به شماها بگم که به طور کلی وقتی درباره اختلال ها از دیدگاه فروید صحبت میکنیم، فروید معمولا میومد میگفت ما یه علت داریم، یه ریشه داریم. گفت علت تمام اختلال ها در انسان خب اضطراب هستش. این اضطراب میتونه منجر به یک سری اختلال بشه، اما گفت ریشه اضطراب هم چیه؟ این که ما در زمان بچگی عقده اودیپ داریم، عقده الکترا داریم و متاسفانه اونها رو حل نمی‌کنیم و آسیب ایجاد میکنه. اما تنها اختلالی رو که علت اون رو جنسی ندونست و ریشش رو، بلکه علت اون رو زمینه هیجانی دونست، اختلالی به نام چی بود؟ افسردگی بود. اما آخرین سوالی که ما میخوایم بهش اشاره بکنیم سوالی هستش که خیلی میتونه مهم باشه. نوشتیم تشخیص ظرفشویی نام دیگر کدام اختلاله؟ خب اختلال ها رو هم اگر نگاه کنید، اضطراب در واقع چی هستش؟ اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستش، اضطراب نه، وابستگی هستش، اختلال مرزی هستش و اختلالی به نام افسردگی که چون اسم تشخیص ظرفشویی اومده به اختلالی به نام شخصیت مرزی اشاره میکنه. اما دلیلش چیه بهتون میگم. ببینید معمولا مرزی ها و دو قطبی ها رو بهشون میگن ترن هوایی یا در یک کلام قطار هوایی بهشون میگن. چرا؟ چون هی خلقشون بالا پایین میشه، اونم هی در واقع اگر ببینید قطاری که توی شهرهای بازی بالا پایین میشه اون حالت رو داره. حالا اینجا میگه تشخیص ظرفشویی. چرا تشخیص ظرفشویی و چرا اینجا اختلال ما مرزی میشه؟ چون مرزی ها اسپلیتینگ دارن، یعنی دو نیمه سازی دارن، یعنی یه بار خلقشون میره بالا، حالتهایی از بگیم مانیا یا هایپومانیا رو تجربه میکنن، دو حالتهایی از افسردگی رو تجربه میکنن، یعنی اینها بی‌ثباتی در خلق و تونتون چیکار میکنن؟ تجربه میکنن. قضیه ظرف هم همین هستش دیگه. شما یک ظرف رو بیارین با کوچکترین دستی که به ظرف میزنی، متاسفانه این ظرف کثیف میشه و از اون طرف هم با یه دستی که به ظرف بکشی این ظرف تمیز میشه. چی میخوام بهت بگم؟ یعنی میخوام بگم بلا فاصله یک ظرف میتونه تمیز باشه و بلا فاصله یک ظرف میتونه کثیف بشه. سر همین قضیه هم اختلال شخصیت مرزی هم دقیقاً همینه. یعنی یک فردی که دائم در طول یک روز و در روزهای مختلف متاسفانه هی تجربیات مختلفی از خلقهای مختلف رو و از هیجانهای مختلف رو تجربه میکنه. پس قضیه تشخیص ظرفشویی برمیگرده انگار به پاک کردن و کثیف کردن یک ظرف و این میتونه لحظه ای این حالت رو ایجاد کنه و به اختلالی به نام شخصیت مرزی اشاره میکنه. انشالله که موفق باشید و اینها تونسته باشه به شما کمک بکنه.